بازیکنان تایلند. بنیاری پاسر زرشکی پوشان در خط سرویس، هم به توپ ضربه زد، دریافت از سپتیان، یه جا خالی، رفت به دنبال توپ، به هر شکل ممکن توپ رو برمیگردونن به زمین اندونزی، یه پاس کوتاه و نتیجهش رو میگیره هندرا. با دوستان که صحبت میکردیم، تایلند نسبت به روزهای اول مسابقه خیلی افت پیدا کرده. دیروز هم 2-0 از بحرین در حالی که جلو بود 3-2 بازیشو واگذار کرد. بحرینی که امروز قرار هست بره با پاکستان برای رتبه 7 و 8 مسابقه بده و سختی توپ رو یه ضربه محکم، باز هم سانهاتام در جای خوب قرار میگیره و توپ رو میگیره با پا، توپ رو در جریان بازی قرار داد. چه شد؟ میگن که با آنتن برخورد کرده. برای تایلند 3-1 تا اینجای کار که تایلندی ها خوب دارن جلو میرن. اگه اینگونه ادامه بدن، بوی در منطقه پاس قرار میگیره، تو بر میگرده، بنیاری پاس پشت، یه دریافت ناقص روی تور، دوباره یه ضربه سپتیان، دفاع میشه اما دفاع نظر داور خط اینه که اوت هست، بیرون زمین فرود اومد. سه دو. هندرا دست ناقص، ناپادت به سختی توپ رو در جریان بازی قرار میده، به هر شکل ممکن توپ رو عبور میدن. سرپنجه های دفاع سرعت توپ رو گرفت، بنیاری برای چه کسی، ناپادت یه ضربه مستقیم از بین دستان مدافع و آنتن، توپش رو در منطقه 5 به امتیاز تبدیل میکنه. 4-2. دیگه تایلند چیزی برای از دست دادن در این بازی نداره، خودشون هم میدونن، تمام تلاششون میکنن که این دست رو از اندونزی بگیرن. بعد از این دیدار هم پاکستان و بحرین برای کسب رتبه های 7 و 8 جدول به مسافه هم خواهند رفت. راخان در نقش پاسور ظاهر میشه و مهاجمشون رو تغذیه میکنه، امتیاز رو هم میگیرن. حداقل اختلاف 3-4 تایلند پیش است. اگیل ریسک بالا، سرویساش رو پرشی و با ریسک بالا میزنه، یادم نمیاد تا اینجا امتیاز سرویس گرفته باشه. بازیکن سیاه‌چرده تیم تایلند، بازیکن متفاوت هم از لحاظ شکل و ظاهر هم از لحاظ بدن، سرویسش رو خوب زد، دریافت خوبی رو هم انجام داد اون طرف راخان برای اندونزی، اما این طرف ناپادت خودش دریافت خوبی رو نتونه توپ به دستش جفت و جور بشه، سخت دفاع کردنش. سپتیان دریافت از بازیکنان تایلند، این بار ناپادت خواست که هدفمند به توپ ضربه بزنه، موفق نیست. اگیل این طرف از دستان دفاع استفاده کرد و امتیاز رو گرفت، اومد رسید. اندونزی به تایلند. فهری سپتیان مستقیم به بیرون زد. به اوت زد. این سمت هم جاکریت بود که مستقیما سرویس رو به بیرون میزد.
مالیزی این طرف امتیاز گرفت آنورا. تایلند 7 اندونزی 6. به این شکل یه پاس کوتاه به سختی توپ رو عبور میدن. دو ضرب، خطای دو ضرب رو از جیسون داور اول اعلام کرد. 8-6 تایلند پیش افتاد. آقای جیسون خودشون بودن. اندونزی به پاکستان باخت و تایلند به بحرین. حالا برای کسب رتبه های 9 و 10 در مقابل هم قرار گرفتن. سرویس بازیکنان تایلند مستقیم به بیرون میره و وقت استراحتی که داشتن در واقع باعث 8 تایلند. دیو در طرف آنوراک یه پاس کوتاه برمیگرده دوباره توپ در زمین تایلند. آنوراک از دستان دفاع استفاده کرد در منطقه سرویس. باریس که بالا خیلی خوب میزنه و اون طرف هم راخان خوب دریافت کرد. هم نوع راخان این سمت سانهاتام نتونست دریافت خوبی رو داشته باشه. توپ به زمین خورد. بعد به دست 11 لیبروی دوم تایلند سانهاتام برخورد کرد. بوی آرنز به تور زد. خودش هم ناراحت است. همتیمیاش میرن دلجویی میکنن ازش. 10 امتیاز رو برای تایلندی ها ثبت کرد. بوی آرنز با سرویسی که به تور زد. آنراک بازیکن ذخیره هم تشویقش میکنن. در ناقص از راخان. این طرف هم در ناقص تر از سانهاتام. فکر کنم باید لیو بیاره. 10-9 در زمین تایلند از پشت خط یک سوم محکم به توپ ضربه زد. اندونزی به امتیاز تبدیل شد. هدفمند بسیار سرویس خوبی رو پلاسرد میزنه. هر موقع سرویس های با ارتفاع کوتاه و هدفمند به پشت منطقه یک سوم زدن امتیاز گرفتن. چرا آقای پاکیبون از این استفاده نمیکنه؟ حالا یه ذره جمع‌تر میشه نزدیکتر به خط یک سوم. الان باید ضربه محکم‌تر بزنه. پلاسرد باز هم هدفمند زد. این با دریافت خوبی رو شاهد هستیم. یه تک دفاع برمیگرده توپ در زمین اندونزی. یه ضربه محکم از کنار دستان مدافعین روی تور. آگیل امتیاز رو میگیره. چهره جاکلیت رو ملاحظه میفرمایید. آگیل دریافت در زمین تایلند. پاس پشت برای ناپادت. به سختی توپ رو عبور میدن. دوباره بنیارید برای چه کسی؟ برای جاکلیت دفاع میشه. زاویهش رو برعکس داد. از بیرون به سفارش کرد. مجددا آگیل در منطقه سرویس خوبی هم زد. دریافت در تیم تایلند. ناپادت توپ زیاد خوب نیست براش. برمیگرده مجددا فرصت برای خود ناپادت. این بار پاس بهتر اما جایگیری راخان بهتر از اون بود و همین کار باعث میشه که فهری سپتیان توپ رو به امتیاز تبدیل کنه. دوازده اندونزی رسید به امتیاز تایلند. برای بار سوم آگیل در منطقه سرویس. دریافت ناقص از آنوراک. سانهاتام به عنوان پاسور توپ رو در اختیار مهاجم قرار میده و بار دریافت خوبی رو سانهاتام انجام داد. پاس سرعتی که ناتاتات
دت البته درسته، به بیرون رفت، اما دست دادن. 14-13 احترام میزنم به نظر داور، مستقیم به بیرون زد فهری. جاکت میره برای زدن سرویس. دست بازیکن 22 آنراک رو دیدید که میگه به منطقه 1 بزن، به وسط زد، منطقه 6 رو هدف قرار داد. یه ضربه محکم و داخل هست. فهری سپتیان مالیزی سرویسش رو به تور میزنه. ناتاتار فرصت حمله اما پاس خوبی نیست. داور خطای توره. بازی دیو در خط سرویس. سرویس خوبی هم زد در رفت ناقص. یه جا خالی رو اومد بنیاری بندازه، اما این طرف در رفت خوب دفاع میشه و توپ در زمین خود آنوراک تایلند فرود میاد. 17-16 حالا اندونزی پیش میفته. دقیقا سطح والیبال هر دو تیم به همین شکل است، نزدیک به هم. یه امتیاز اندونزی جلو میفته، یه امتیاز تایلند جلو میفته و اینجوری پیش میرن. اندونزی ها بهتر بودن در این زمینه. دریافت خوب این بار بنیاری برای خود آنوراک و دفاع میشه. دفاع هم شد، ازشون استفاده رو. دیو به لبه تو برخورد کرد، کارو سخت کرد برای بازیکنان تایلند. همونطور هم شد. توپ برگشتی به خود ناپادت برخورد میکنه و تبدیل به امتیاز میشه برای اندونزی. وقت استراحت کارساز نبود این بار. سومین بار متوالی هست که دیو در منطقه سرویس قرار میگیره. کنترلی رو ساده میزنه. این بار دریافت بهتری رو شاهد بودیم. ناپادت دفاع شد. ناپادت و تعریف کردیم که داره ضربه‌هاشو خراب میکنه. شاید هر روز در زمین باشن. دیو سرویس ارتفاع کم کوتاه و این بار هم آنوراک دفاع میشه توسط بازیکنای تیم دیو. چندمی سرویسش میزنه. باز هم سرویس خوبی زد. این بار آنوراک میتونه جبران کنه یا نه. خطای تور بازیکنان اندونزی. بنیارید پاسور تایلند. سرویساش انصافا خوب بوده، در رفته خوبی هم شاهد بودیم. امتیاز رو میگیره بوی آرنس. پشت خط 1/3 این بار جاکریت. یه زمین سانهاتام توپ رو دریافت میکنه. خواست از ناپادت در دستان دفاع استفاده بکنه. خیلی زور این درخواست رو هم انجام بده اگه موقعیتش ایجاد بشه. دریافت خوبی رو شاهد نیستیم در تیم تایلند. چندمین بار متوالی است به تور زد. به دستان دفاع هم برخورد کرده. داور یه لحظه روانشناسی هم میکنه به چهره بازیکن‌های اندونزی، هم نگاه میکنه، میبینه که اونا هیچ عکس‌العملی ندارن. متوجه میشه که به دست بازیکن‌ها برخورد کرده. تو 23-19 راسل 24مین امتیاز رو تقدیم میکنه در
سه اندونزی